نصرالدین زاده رعنا هستم. خواننده میدونیم، میشناسیم. دوستت میداریم. که شما گپ زدیم ما حلاوت بریم. سلامت باشید با کمال می. محترم جناب عالی، طول 30 سال است که نخل امید و باوری هر یک تاجیک و تاجیکستانی به آینده از امروز هم خوبتر و بهتری تاجیکستانی عزیز در ضمیر نسل آینده سازی کشور رشد و تکامل می‌یابد. ثمره این همه پیشرفت و نصرتمندی را ما در سیمای غالبان آزمون جمهوری فروغ صبحی دانایی کتاب است. ایجادکاران و عالمان واقعا جوان و صاحب استعداد می توانیم ببینیم. پدیده دیگری خوشایند آن است که امروز نسل جوان کشور به جایزه بلند امید و باور شما پیشوای معظم ملت نائل گشتند. محض همین اعتقادی عمیق شما بود که به ما اشتراکداران و جایزه‌داران آزمون جمهوری فروغ صبحی دانایی کتاب است توانایی و اراده می بخشید. محترم جناب عالی، امروز نسل جوان کشور سپاسگزار و منتپذیر شما هستند، چون تشبث و تحولات هایی که طول چند سال اخیر در سیمای آزمون های جمهوری روی صحنه تمدن تاجیک پدید آمدند توانستند برخی از استعدادهای نادر را به عالم ادب و علم عالم شمال ملت تاجیک هدیه نمایند و امید بر آن است که در آینده انعام خواهند کرد. محترم جناب عالی، آزمون جمهوری فروغ صبحی دانایی کتاب است فصل گلریز معنویات هر یک انسانی معرفت پرور و کتاب دوست است. این سبقت واقعا سالم و بزرگ امتحان صرف ملی است که 3 سال می شود در فصل زمستان به دوشنبه شهر گلبدامان ما و شما پایتخت عزیز و مسعودمان بهار کتاب را می بیارد. امروزها میهن گلبدامان، میلادگاه سعید و مسعودی همه ما و شما تاجیکستان همیشه بهار در منبرهای عمومی جهانی نصرتمند و ظفریاب است. تمنا میکنیم که با خدمت‌های ارزنده وارثان بزرگ و واقعا هم ارزنده عالم علم و ادبیات عالم شمول ملت بزرگ تاجیک همین نصرتمندی، سعادتمندی و تجمل به اندازه بزرگ در ردیف استقلالیت، وحدت، آرامی و یکدلی و یگانگی در تاجیکستان عزیز جاویدانه و پاینده خواهد ماند. مرهمی ما، محرمی ما، سبزباغ خرمی ما، واحد در عالمی ما، کوثری ما، زمزمی ما تاجیکستان. شهرهایت ایرسیما، روستاهایت قدمجا، روستگاهی شمس و مولا، ای تفرجگاه دلها تاجیکستان. ای نگین حلقه دل، میده تابش ز داخل، جسم ما بر توست شامل، روح ما با توست کامل تاجیکستان. گوهری یکدانه ما، کشوری جانانه ما، شکر گوهردانه ما، شکر شکرخانه ما تاجیکستان. با دبیران در کشایی، با سفیران همصفایی، ملک خاص الخاص مایی، شاهکاری خدایی تاجیکستان. از توجهتان منتپذیرم. ایجادیات خودت بود؟ این شعر خودت ایجاد کردی؟ محترم جناب عالی، من یک عادت عجیبی دارم که در هر کجا بروم اولین سخنی که به زبانم می‌بیاید شعرهای استاد عزیزم شاعر خلقی تاجیکستان استاد فرزانه هستند. همین شعر هم از استاد است. میگم دختر جان رانا بله جناب عالی. یگان اولادی داری رو دقیقتی نه؟ محترم جناب عالی، ما همه باید اولادی داشته باشیم به استاد رودکی، نابسته از آن که ما از همان مرز مقدس شهری پنجاکی قریب 300,000 اهالی داره، همه خیلی نیست.
حاضر امسال ختم کردیم مکتب. بله جناب عالی. کجا را انتخاب کردی؟ کدام اختصاص؟ جناب عالی با هدایت و دستورهای شما راه پیش گرفتم سوی دانشگاه ملی فاکولته فیلولوژی تاجیک. بسیار ناز. وزیر معارف، رهبر دستگاه، رئیس کمیته زنها، رئیس کمیته جوانان در بیشتر چهاربینه و محفل‌های استفاده کنید. ما مردم اینتلیجنس اهل زیاد بازم سخن ادبی و گفتن یاد گیریم. کس گپ زنم ما گوش کنیم. یا شعر خوانند ما گوش کنیم. استفاده کنید چون بسیار است. من گفتم که غالبان عضوان حتما در همه کارهای جمعیتی جمهوری استفاده برید و تحت نظارت گیرید، کار برید، تربیت کنید، کمک کنید. آینده در کار میشه. چند قدر در آزمون چند قدر چیزا از خود کردی؟ همجا بلند گو شنوم. چند قدر شعر از یاد کردی؟ چقدر بلند؟ محترم جناب عالی، از بس که سیستم کاربری که ما مطابق آن در آزمون شرکت میکردیم از ما دانشی نسبتا مکمل را در همه بخش‌های آزمون طلب میکرد. در بخشی که من سراول در آن اشتراک کردم، نومیناسیون ادبیات جهان 350 اثری مکمل، در عموم از پنج نومیناسیون آزمون جمهوری فروغ صبحی دانایی 800 اثری بدیعی 10,500 بیت شعر. احسن. پدر و مادرت هم احسن برای تربیت چنین فرزند. احسن. جناب عالی، تمام هستی ما برای والدان است. تمام عمر خدمت می‌کنیم. سلامت باشی، موفقیت.